3 ساعت میگردی دنبال فورترس تو ندر و آخرم پیداش نمیکنی یا به زور میگردی دنبالش تا پیدا بشه، این ویدیو واسه خودته. اول همه میای F3 و جیو میزنی که چانکات معلوم بشه، بعد شیفت و F3 رو میزنی که همچین نموداری واسط بیاد. حالا میای اینجا چانکتو میاری تا آخر پایین و یه دونه ریستش میکنی. حالا عدد کنار اون حرفایی که میگم میزنی، تیک، لول، انتیتی و بلاک انتیتی. حالا کم کم F3 و F رو میزنی تا یه دونه دیستانسات بره بالا، رندر دیستانسات تا جایی که بخوره به یه اسپانر. نگاه سر 11 چانک واسه من یه اسپانر آورد. حالا من دوباره اینو میارم تا پایین ترین حالت و تا 10 میارمش. خب یه دونه کمتر از عددی که روش اسپانر پیدا کردیم. حالا به هر جهت میرم، مثلا این ور یا این ور، هر چانکی چپ و راست و عقب و جلو تا بالاخره اسپانر بیاد واسه من. الان من اینجا که بودم نگاه هیچی نبود، الان بره با من. من اینجا که میام یه دونه اسپانر میاد واسم تو اون نقشه‌ای که اون سمت راست است. حالا من اگه همینو بیام رو حالت اسپکتور بریم جلو، میبینیم که میخوریم به یه دونه فورترس. این ویدیو هیچ تنظیم شده ای نبود و اگه خواستید همین الان میتونید برید رو نسخه فورج 16.1 امتحانش کنید تا ببینید دروغ میگم یا راست میگم. خدا نگهدار.